این ویدیو میخوام بهتون بگم چطور ماسوره یه چرختون رو پر بکنید که بذارید توی ماکو و بعد بذارید توی چرختون. با من همراه باشین. در چرخ جا ماسوره بچه این قسمت هست، یعنی این قسمت شما ماسورتون، بعد چرخ هم روی کاره، هیچ فرقی نمیکنه، روش کار یکی. اول اینکه شما ماسورتون رو اینجا حالا در حالت خالی قرار میدین. یه نکته خیلی مهم داره، شما ماسورت رو باید سفت اینجا بذارید. اگر که دیدین ماسورتون داره میچرخه یا اینکه دیگه خیلی سفته، اگه که خیلی سفت اون تا شیا رو با یه دونه انبردست به هم نزدیک میکنید. اگه خیلی شل بود اینجا یه دونه پیشگوشی میندازین، این شیا رو چیکار میکنید؟ یه کوچولو باز میکنید که وقتی میخواین ماسورتون رو جا بندازین به این صورت به حالت سفت جا بره. میام برای قسمت بعدی. این قسمت رو یه میله داره. من نخ ماسورمو که همیشه هم بهتون گفتم پستای قبل رو ببین نخ ماسورمون چی باید باشه. اینجا قرار میدم. اینجا بهش میگن آنتن. از توی این آنتن باید ردش کنم. توی این آنتن ردش کردم. میام برای این قسمت. باشه چون من مجبورم یک دستم دوربین باشه، یک دستم کار انجام بده، روی پایه نمیشد بذارم. اینجا یه دونه حالت فنر مانند داره. حتما نختون باید از بین این دوتا چی بشه؟ رد بشه. از توی این رد کردم. اینجا یه دونه سوراخ داره، من از توی هم ردش میکنم، میارم اینجا. نخمو به اندازه تقریبا 30 سانت میکشم و بعد شروع میکنم دور این چرخوندن. اگه از نخ حالا پلی استر استفاده کنید نختون به این راحتی باز نمیشه، ولی از نخای حالا ابریشم که استفاده بکنید سریع نختون چی میشه؟ باز میشه. چرخ رو روشن میکنم. سعی کنید وقتی دارید استفاده کنید به هیچ عنوان اینجا این قسمت نخ نباشه، این نخ اینجا نباشه، زیر چرختون هم ماسوری یا ماکو نباشه. سرعت چرختون اگر که از این تنظیم شما هست ببرنش بالا بشه 13 14 و بعد حالا 140 1400. با این دسته اینجا میبینید من پایه رو میبرم بالا، پا میذارم روی پدال، یه دونه اینجا گیره داره، گیره رو میبندم و بعد ماسوری رو پر شدن. این حالا چون حدش خودش پیش بشه باز میشه ماسورت، یعنی خودش به حدی که رسید خودش به این صورت قفل ماسورتون باز میشه. وقتی که ماسوره رو به این صورت شد اینو قیچی میکنیم، نخو ماسورمون در میاریم و به این صورت ماسورم چی میشه؟ پر میشه. امیدوارم که از این آموزش استفاده کرده باشین. اگه دوست داشتین حتما لایک کنید، برای دوستاتون بفرستین.